سلام به همگی دوستان. بنده موشکاف یکی دو روزه یه خبری شنیدم که باعث شد رسیور موشکافیم شروع کنه به بوق زدن. اول خود خبر رو ملاحظه کنیم، بعد بنده وارد روند موشکافی میشم. مهدی امینی معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گفت 4600 گروه تذکر زبانی تشکیل خواهد شد که هر گروه شامل 10 تن خواهد بود. اصلا خبرش بوی زهر میده. اولا به جای گشت موتوری و دادار و دودور و تیغکش و چماقدار و این حرفا میگه میخوایم گروه تذکر زبانی تشکیل بدیم. بعدم قراره تو هر گروه 10 تا بسیجی رو جا بدن که امنیت همین ساندیس خورای زبون نفهم به طور کامل تأمین بشه. نمیدونم چرا وقتی این خبر رو شنیدم یاد حرفای این حجت الاسلام عدسی افتادم. از 12,000 نفر سوال کردیم که شما که جایگاه فریضه رو میدونید چرا امر به معروف و نهی از منکر نمیکنید؟ خیلی راحت میگفتن و سخته بایستیم صحبت بکنیم و ممکنه مثلا نتونیم صحبت بکنیم، درگیری ایجاد بشه. از شما چه پنون؟ به محض اینکه حرفای این آخونده رو مرور کردم به ناگهان یاد حرفای یکی دیگه از سرتشتکای نظام افتادم که اونم تو همین مایه ها بود. مرتضی کشکولی سرکرده سپاه لرستان در ناکامی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر به هیچ وجه نباید دلسرد شویم. بعدم داشتم دلسردی بسیجیا از امر به معروف رو مجسم میکردم که یک باره قیاف 3 در 4 خرچنگ نظام اومد تو خاطرم که چند وقت پیش خورخور کنان گفت با وجود اینکه قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب و ابلاغ شده اما هنوز در محاقه. خب وقتی علی گدا همه اینا رو میذاره کنار هم دیگه و از اون طرفم جام زهر اجتماعی رو وسط سفرش میبینه، معلومه که به فکر گروه های تذکر زبانی اونم در قالب گله های 10 نفره میافته. آخه از یه مشت دل سرد خسته آشولاش که بگیر و به بند در نمیاد، تازه این که چیزی نیست طرح صیانت از عفاف و حجاب مجلس وحوش رو هم ملاحظه کنید، این یکی دیگه آخرشه. عنوان میمانه صیانت از حریم عفاف و حجاب، ولی محتوا چیز دیگری میشه. محتوا مجموعه ای از قوانین به قول معروف شسته رفته و شفافی خواهد بود که اینطور نباشه که یک روز ما ببینیم مردم ما نگرانن که الان از سر کوچه اونها رو دستگیر خواهند کرد، یک روز هر کار دوست دارن انجام بدن و کسی نداره چطور میخواد برخورد کنه. به این میگن اعتراف به بنبست از زمان نجم آرپیجی نظام. از یه طرف بدون سرکوب و بگیر و ببند کارشون پیش نمیره، از طرف دیگه ترس از انفجار بارود اونم تو دوره پسانزخوری اساسی فشلشون کرده. بله آقا جون، بنبست آخونده همه جانبه است، یعنی علی گدا باید چپ بره و راست بره، دم بگیره که از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. البته با عرض معذرت از حضرت حافظ، قربون همگی، خدا حافظ شما. Chicago.